دیروز قراری مجلس کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان قبول کرده شد که بر طبق آن شماره دسته های لیگ عالی مملکت اید به فوتبال افزایش یافتند و به خاطر روشنی انداختن به پهلوهای مختلف این قرار ما به فدراسیون فوتبال تاجیکستان آمدیم تا با نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف صحبت بیاریم. السلام علیکم. چطور شما هست؟ درست؟ همه خوب هستین؟ سلامت باشین. تشکر. شما خوبین؟ همه هست؟ خوب، میتوان همکنون جامعه فوتبالی رو با این رویداد تبریک و تهنیت گفت؟ تا اندازه بله. قبلا با شما نیز وارد مسئله صحبت کردیم. یک چیزی که شخصا من رو همچه یک نفر مسئول روح بلند کرد، این قبولی همین نوآوری، قبول زیاد کردن شماره دسته‌های لیگ عالی از جانب مخلصان عزیز. این هم یک بهت پهلوی خیلی مهم است. بله. زیرا با ورزشگاه مخلص میبینن. فوتبال بله. با مخلص زیبایی دارد. و خرسنده‌وارش همین است که مخلصا نفرایی که به فوتبال علاقه‌مندی دارن همین اقدامات درست درک کردن، درست قبول کردن. گپ فقط اوید آن سخنایی که مخلصا گفتن در سامانه‌های اجتماعی نمیرود. بار دیگر تاکید کردن گپ اوید درست قبول درک کردن همین اقدام است. بله بله. زیرا وظیفه ما مسئولین، وظیفه فدراسیون فوتبال، وظیفه اون نفرایی که به این ورزش رقم یک جهان علاقه‌مندی دارن، این البته در نوبت اول حمایه هدف هر یک مخلص، هر یک دوستدار فوتبال است. بله بله. یعنی دایره فراگیری لیگ عالی زیاد شد. ما امید از آن داریم که دایره فراگیری مخلصان زیاد میشه، دایره فراگیری رقابت زیاد میشه، دایره فراگیری فوتبال سطح بلند زیاد میشه. این است هدف اساسی. تا چه اندازه به این هدف رسیدن نرسیدنمون علاقه هر یک ما و شما وابستگی دارد. ما همچون مسئول، فوتبال بازان، مربی، داوران، مسئولان ورزشگاه، شما ژورنالیستان، در این فوتبال یک به همه معلوم است که یک عضو جدی شونده جامعه است. بله بله. فوتبال این علاقه کایها تصدیق کرد که نه فقط ورزش است، نه فقط بازی است، این یک بالاتر از این چیز است. بالاتر از همین چیز است. یعنی به ما ضرور است که در یک جایی هم آن اقدام هایی که هست، آن دستور و سپارش هایی که از جانب محترم رستمی امامعلی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، هنگام ملاقات با یک قطار راهبران ولایت ها، شهر و ناحیه ها، وزارت ها، کمیته ها دایر گردیده بود. سنه 3 نوامبر سال 2023 در یک جایی او دستور سپارش ها را عملی سازیم و یکی از دستور سپارش ها آمد که زیاد کردن شماره دسته ها در حدود جمهوری تاجیکستان، یعنی نه فقط لیگ عالی، لیگ یکم، لیگ دوم و عموما جلب بیشتری نفرانی که به فوتبال علاقه‌مندی پیدا میکنند. خوش، البته یکی از سبب هایی که همکنون شماره دسته ها افزایش می‌یابد در لیگ های ما، اگر دستور و هدایت های محترم رستمی امامعلی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان باشد، پس باز عامل های دیگری هم به فکرم هستند، چون که در روند لیسانس کنونی که ما و شما یک جا بودیم، برخی از دسته های لیگ عالی خود برای اشتراک در موسم امسال در لیگ عالی به فکرم آماده نبودند. این هم میتواند علت باشد. به حد سوالی به مورد است. زیرا همین نقطه رو من باید علاوه قید نمودم. هدف قراری که قبول کرده شد، قرار در نوبت اول اوید زیاد کردن شماره دسته های لیگ عالی
از 10 تا 12 بله نگاه داشتن موقع دسته ریگر تدازی ترسونزاده و بخش شهر باختر نه. بله انا نقطه اصلی و اصولی باید اصلی همه زیاد کردن شماره دسته ها. بار دیگر من همین رو تاکید کردم، یعنی وابسته از آن که چی هدف ما در نزد خود گذاشتگیم. محترم اعضایان کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان هنگام قبول کردن این قرار توجه به همین سند بود، زیاد کردن شماره دسته ها. برای چی ریگر و وخش موقع خود را نگاه داشتند؟ از آن نقطه نظر که شما درست قید کردید، بجز از پرینسیپ ورزشی اشغال زینه معین، باز طلبات های لیسانس کنونی است. این هم طلبات فدراسیون فوتبال تاجیکستان است، هم کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون بین المللی فوتبال و در خود پروتکل ملاقات محترم رئیس همچنین قید شدگی است علیه مطابق گردانی دسته های فوتبال جمهوری تاجیکستان با طلبات های زمانی معاصر، با طلبات های امروزه. یعنی متاسفانه اون دسته های لیگ یکم که زینه های منبعده را بعد از دسته های پنجشیر ناحیه بلخی، استرافشان برقچی شهری حصار اشغال کردن، یعنی دسته هولبوک واسه و دسته موهیر ناحیه یاوان، متاسفانه حال حاضر با طلبات های امروزه لیسانس کنونی فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اشتراک در لیگ عالی متاسفانه حال حاضر جوابگو نیستند. من باوری دارم سالهای نزدیک بعد از با خصوصا ناحیه یاوان حاضر کارها برای با ترتیب آوردن اینفراستراکچور خودش مشاهده بودیم، در یک جایی سفر کرده بودیم، اون کارها به انجام رسانیده میشم. سالهای نزدیک خود دسته موهیر یاوان نیست چنین امکانیت را پیدا میکنه در برابر هولبوک واسه وقتی که راحت میگیرن، نه که حال حاضر آنها دستایی که زینه چهارم و پنجم رو اشغال کردگن با طلبات جوابگو نیستند. از همین نقطه نظر قرار قبول کرده شد که ما با جز از نشاندادهای ورزشی باید امکانیت های اینفراستراکچور مالیوی و یکی از سمت‌های مهمترینی که از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا طلبات ها بیاد سخت است، اجرا نمودن طلبات های یوریدیکی، اینفراستراکچوری، حجت گذاری به این اجراش به این طلبات ها یگان دسته خصوصا لیگ عالی ارزی فعالیت کرده نمیتواند. از همین نقطه نظر قرار قبول کرده شد که دسته های ریگر و وقت که به همین طلبات امروز جوابگو هستند موقع خود را نگاه داشتند، یعنی زیاد شوی شماره دسته ها به خاطر نگاهداری این دو دسته در لیگ عالی نبود. اون چیزی که واقعیت بود، یعنی حالت همین رو طلب می‌کرد. شماره دسته ها زیاد شد و بعداً مسئله دیگه که بررسی کرده شد کدام دست حساب کدام دسته شماره دسته لیگ عالی باید زیاد کرده شد. برخی ها چنین سوال ها رو هم گذاشتن که پس چرا سه دسته، یعنی برقچی هم برگشت آمد؟ دسته فیضکند آن شرایطی که امروز دارد برای اشتراک در لیگ عالی جوابگو نیست. دسته فیضکند میان دسته های لیگ یکم باید برآمد کنه. منظور من که با جای فیضکند برقچی به لیگ عالی اومد، درست؟ بله همین است. بله با رعایت پرینسیپ دسته برقچی زینه سوم در لیگ یکم اشغال کرده است و حجت گذاری، طلبات های یوریدیکی، اینفراستراکچوری، مبلغ گذاری برای لیگ عالی جوابگو است. سالهای قبلی سالهای طولانی دسته برقچی در لیگ عالی برآمد هم کردگی بود. یعنی هم تجربه است، مهارت است، هیئت است، امکانیت است و ما امروز میتوانیم، البته وقت محدودیت وقت به نظر میرسد، لیکن با نظر داشت کسبیت اون نفرایی که در دسته برقچی ارزی فعالیت دارند، من فکر میکنم که این دشواری هم نباشد در یک مدت کوتاه اون طلبات ها به اجرا رسانیده می شود. مسئله دیگری که هست مسئله کوکتاش بود. ما شما در روند همون لیسانس کنونی عموما میدونیم که خیلی مسئله ها در اونجا تند بودن تا کدام اندازه کفالتی هست که دسته کوکتاش هم اکنون در لیگ عالی بازی میکند. دیگر که قرار قبول شد به هر صورت. درست، این سوال شما هم به مورد است، زیرا جای پوشیده نیست. بله. دشواری زیاد به نظر می رسید وقتی آمادگی دسته کوکتاش تا قبول کردن قرار، یعنی ساعت 17:30 جلسه نوبتی کمیته اجرایی بود، ساعت 16:30 اگر خطا نکنم، یعنی یک ساعت قبل از آغاز همین جلسه دسته کوکتاش آن حجتایی که برای فعالیت آنها در لیگ عالی شرط و ضرور است پیشنهاد کردند. یعنی همگی یک ساعت مانده بود.
این هم باشد مکتوب کفالتی با امضای رئیس ناحیه رودکی اوید مبلغ گذاری در حجم تا 1 میلیون سومونی. این کفایه نیست. تا 1 میلیون سومونی. بله، لیکن خرجنامه دسته کوکتاش در اطراف قریب 3 میلیون سومونی پیشنهاد شده است. یعنی مقامات محلی تا 1 میلیون سومونی جدا میکنند. باقی مانده نارسایی که به نظر میرسد از جانب صاحبکارایی که سالهای زیاد همین دسته را سرپرستی کردن یا مبلغ گذاری کردن از جانب آنها پرداخت کرده میشد. و حال حاضر همین کفالت را داریم، خرجنامه‌ای که تصدیق شده است و مکتوب کفالتی خود رئیس ناحیه رودکی. همین حجت‌ها را با سهم محترم اعضای کمیته اجرا پیشنهاد کردیم. و باز یک چیز دیگر را پهلوی اجتماعیش هم باید به نظر گیریم. البته شماره زیادی مخلصان، وجود داشتن ورزشگاه، در آنجا هم کارهای از نوسازی رفته ایستاده از هنگام سفر ما. شما از این چی شاهد بودیم، باز از نظر گذراندیم. ما فکر میکنیم که یک ورزشگاه خوب میشود، اقدامای بهترین است. بله، چمنزار خوب دارد. چمنزار خوب دارد. یعنی نه که دشواری زیاد هم نیست به نظر میرسد. در نوبت اول از جهت آماده کردن حجت گذاری همین شرط ها رو نیست در نزد راهبریت نو تاسیسی دسته کوکتاش ما نیز گذاشتیم که در مدت کوتاه‌ترین باید آن کمبودی که جای دارند برطرف کرده شود. زیرا بازی چمنزار نتیجه نشان دادن یک پهلوی کار است. نه که من خیلی که قید کردم قبلا، به انجام رسانیدن طلبات‌های حجت‌های یوریدیکی دسته لیگ عالی عرض فعالیت کرده نمیتونه. میخواهیم ما نمیخواهیم، ما طلبات‌های باید اجرا کنیم. اصل 21 است. ما دیگه از دولت‌های پیشرفته، از دسته‌هایی که در نزد خود یک وظیفه‌های معین میمونند، ما حقوق معنوی نداریم که از این طلبات‌ها خفا مونیم. بله. الشد جان، میدونید وقتی که همین قرار قبول شد، البته همه ما استقبال کردیم، کف گفتیم واقعا قرار خوب است که همکنون همین الیتای لیگ عالی ما خیلی دسته های شناخته هستند، به قول مشغل برداران فوتبال ما هستند. اما ببینید با نظر صرف انفرادی من در پشت همین ابتکار باز یک چیز دیگر هم هست. ببینید اگر ما همه الیت رو، من همین دسته های به قول دیگری که گفتم مشغل بردار رو در لیگ یک عالی جمع کنیم، در لیگ عالی که در لیگ یکم که میموند، زیرا با مشاهده هایی که ما در تلویزیون داریم مخلصان لیگ یکم هم خیلی زیادن و بازی ها هم در اونجا خیلی پرشوق شور میگذاشتند. اگر وخش و ریگر در اونجا میماند، سطح لیگ یکمی ما هم بالاتر میرفت. هرچند که دیگر علاج نبود. من میدونم از روی واقعیتی که بود دیگر علاج نبود. بله درست. تا که ما لیگ یکمی که به طلبات امروزه جوابگو، سطح بلند، دستایی که در نزد خود یک وظیفه های یک در نزد خود کوشش وظیفه گذاری نمیکنن که برای لیگ عالی راه خط گیرن، یک نتیجه نظر است نایل گردن، در آن صورت لیگ عالی ما هم به سطح ضروری جوابگو نمیباشد. اگر ما خواهیم که لیگ عالی ما رقابت پذیر باشد، در این صورت باید لیگ یکمی به طلبات امروزه جوابگو باید داشته باشیم. این اکسیوم است، این چیزی که به همه معما است، به همه معلوم است. برای همین از این لحاظ، از این نقطه نظر، حالا ما وظیفه دارم کرده شدیم و چنین اقدامای خوبم است. لیگ یکم تاجیکستان است امسال رقابت پذیر میشه، زیرا یک قطار دستهایی که سالهای قبلی متاسفانه از گذاشتن در نزد خود یک اجرای وظیفه بلندتر امکانیت نداشتن، هم فرصت نداشتن، امکانیت مالیوی نداشتن، اینفراستراکچوری نداشتن، امسال در نزد خود وظیفه گذاشته به لیگ عالی راه خط گرفتن، خصوصا دسته پرواز فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند. خود ماهر یاوون، چون که من گفتم دیده بودیم ورزشگاه هم آماده شده است، همونجا خواهش اقدامای بهترین است با رئیس ناحیه. اونجا اساس که همون یک زمینه خوب آماده شده ایستاده است. بله. و شماره چنین دسته ها زیاد شده ایستاده است خوشبختانه. من
солҳои қаблӣ барои мисол дастаи саройкамари ноҳияи 5 умуман қариб гӯем ки як на харҷнома доштанд на як маблағгузорӣ доштанд. баъд аз доир гаштани ҷаласа, баъд аз дастуру супоришҳое ки аз ҷониби муҳтарам раис ба фаъолони футбол ба як қатор масъулин дода шуда буд, аллакай дар ҳама ҷо аллакай ҳам маблағгузорӣ аст, таваҷҷӯҳи хоса ҳаст, омодагӣ аст. ҳатто ман аз бюҷети мақомоти маҳаллии ноҳияи 5 низ барои нигаҳдории дастаи сарои камар низ маблағ ҷудо карда шуд ки ин солҳои тӯлонӣ чӣ ба назар намерасид. мисоли дигар дастаи исфара таи 1 миллион сомонӣ маблағ ҷудо шудааст ки инам бори аввал аст. бори аввал аст бешубҳа. бале ин афсона буд дар собиқ. ва ҳозир ман амо боварӣ дорам ки як дастаи дигар аз шаҳри бостонии турсунзода илова мешавад, дастаи регар бо ном дорад. як ширкати бонуфус маблағгузорӣ мекунад. онҳо низ дар назди худ вазифаҳои баланд мемонанд. парвозро ман қайд кардам, моҳири ёвон ва фикр мекунам ки худи дастаи душанбе ҳозир корбарӣ рафта истодааст барои маблағгузории мунтазам. унҷа бачаҳои ҷавонони наврасони то 16 сола тоҷикистон баромад мекунанд. дастаи саразми панҷикент дар назди худ ҳангоми вохӯрӣ раис шаҳри панҷикентам қайд карда буданд ки яъне ки мо ҳуқуқи маънавӣ надорем ки лига якуми мо сатҳаш коҳиш ёбад. ҳаматарафа корбарӣ карда истодем ки лига якум рақобатпазир бошад ва он дастае ки роҳхат пайдо мекунад ба лига олӣ албатта то андоза омода шуда унҷа лига олиро барояд. бале хуб, дар зеҳн як суоли дигар пайдо шуд. дастаи файзкан ҳамакнун дигарбора ба лигаи якум баргашт. хуб бибинед ки ҳолати варзишгоҳе ки мо шумо шоҳид будем ки дар онҷо чӣ корҳоеро анҷом кардан ва чӣ корҳое то оғози мавсим анҷом мешавад, оё ҳамон варзишгоҳ ва виже ҳамон чаманзор тобу тоқати баргузор қабул кардани ду дастаро, бозиҳои ду дастаро пас дорад ё на? дар мавриди сару вақт нигоҳубин кардан, дар мавриди таваҷҷӯҳи хоса, масъулияти хоса доштан, ман фикр мекунам ки қадар мушкилӣ зиёд эҷод намешавад. мо ҳангоми тартиб додани тақвими бозиҳо ҳатман инро ба назар мегирем ки албатта вобаста аст қуррапартои ҳамне ки вобастагии калон дорад, лек кӯшиш мекунем ки ҳангоми баргузории бозиҳои хонагӣ ҳам дастаи ҳулбук ҳам дастаи файзкан ҳамин омилро низ ба назар гирем ки то ки чаманзор осеб набинад. ва албатта агар ки ҳар ду даста ҳам тамринои худро ҳам бозиҳои расмии худро дар як майдон дар як варзишгоҳ ба анҷом расонанд, ягон чаманзор намекунад. албатта бояд барои тамрин дастҳое ки ноҳияи восиеро муаррифӣ мекунанд боз ягон ҷои дигарро интихоб кунанд. дар ин самт бо ҷалби масъулини федератсияи футболи тоҷикистон мо албатта то оғози мавсими лигаи якум корбариро идома медиҳем ва лозим бошад боз сафар мекунем. ин саволи шумо ба маврид аст. ин паҳлӯи масъала низ мо бояд ҳатман ба назар гирем. ва ногуфта намонад ки таи 5 соли охир ҳамаи дастаҳои лига олӣ, лига якум, ҳаятҳои ҷавонон, ҳатто дастаҳои футзал, дастаҳои наврасон мутамарказонида шуда дар яке аз марказҳои тиббии пойтахти азизамон муоинаи тиббӣ қабл аз оғози мавсим гузаронида мешавад. имсол низ ҳамин иқдомро гирифтагем. оиди легионерҳо бошад, рӯзҳои наздик бо вобаста аз дастури сипоришҳои муҳтарам роҳбарияти федератсияи футболи Тоҷикистон ба як хулосаи аниқ мебиём. мақсад фақат ягон аст ҳифзи саломатии футболбозон, муайян кардани ҳаёт аст, муайян кардани ягон варзишгар. бале албатта ҳадафам ҳамун аст. тиббӣ дошта бошад, ягон монегарӣ дошта бошад, муайян кардан ва ҳифзи саломатии ҳам нафароне ки ба майдон баромада ҳунарнамоӣ мекунанд. хуб, бед дар фарҷом барбигардем ба мавзӯи асосӣ. хуб, инак шумораи дастаҳо афзоиш ёфт, аз 10 ба 12 расид. мусаллам аст ки ду маротиб дигар кори мову шумо, ҳам федератсияи футболи Тоҷикистон ва ҳам телевизиони варзиш ҳамакнун зиёдтар мешавад. албатта хуб, ҳамакнун
از تقویم بازی ها، از خود بازی ها، از خود چمپیونات امسال چرا انتظار شدن ممکن است با نظر داشت اون که همکنون 10 نه 12 دسته در لیگ عالی ما بازی میکنند؟ سراول البته ما انتظار آنیم که شماره مخلصان زیاد میشوند و خود همون یک فکر میکنم اقدام بهترین بود از جانب محترم رستم امامعلی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان اوید تاسیس دادن آزمون جهت معین کردن مخلص بهترین است فان کلوب بهترین است یعنی اون فعالان که در دوام موسم فعالان در اون فان کلوب دستایی که فعالان و یک مهارت خوب نشان میدن چون مخلص با رعایت فرهنگ با رعایت ترتیب نظام با رعایت همون یک فرهنگ مخلصی هوسمند گردانیده میشن. خود حجم مکافات پولی 100,000 سومانی معین شده از جانب لیگ فوتبال تاجیکستان و هر کی ما وظیفه داریم که همین اقدام رو پیگیری نماییم و باور کامل داریم که مخلصان همین اقدام خوب رو درست درک میکنن پیگیری میکنن فعال میشون. اساس ما انتظار شماره زیاد مخلصان رقابت پذیری فقط با برآمد خوب یگانه دسته استقلال در بازی بین المللی همون ریتینگ کلوب های تاجیکستان عزیز ما بالا رفتنش دشوار است. ضرور است که دیگر دسته‌ای که خصوصا من این سال هم دسته روشنی کلوب معرفی میکند وطن عزیز ما رو در بازی بین المللی با آنها نیز ضرور است که یک خالهای معین غلبه های معین به دست آورده همون ریتینگ کلوب های تاجیکستان رو بالا بردارند. متاسفانه موسم گذشته هم دسته خوجند هم روشنی کلوب یگان غلبه به دست نآورد. یعنی با همون خزینه از جانب اون دستایی که معرفی کردن تاجیکستان رو یگان خال وارد کردن غلبه در نظر دارن. اگر ما خواهیم که سالهای نزدیک با چمپیون قهرمان تاجیکستان در لیگ چمپیون ها چون سالهای قبلی تاجیکستان رو معرفی کند به ما ضرور است که در یک جایی همون دسته ها دیگر دسته ها نیست فعال باشند مسئولیت داشته به رقابت پذیر باشند در عرصه بین المللی و چمپیونات داخلی ما که رقابت پذیر باشد آن وقت ما امکان پیدا میکنیم که در بازی بین المللی رقابت پذیر باشیم و از این نگفته نماند که حاضر ما البته شماره دسته ها زیاد شد الکی این معنی اون نداره که ما همه هدف ها به همه هدف ها رسیدیم. برعکس دشوارتر میشد مسئولیت زیاد میشد توجه زیاد میشد طلبات زیاد میشد و الکی آن قله‌ای که حاضر دسته منتخبی ملی تاجیکستان با او قله‌ای که رسید الکی ما میان 8 دسته بهترین قاره آسیا جای گرفتیم. یعنی ما حقوق معنوی نداریم که از همون ریتینگ همون پستر باشیم هم دسته ملی ما و البته او چمپیونات ما هم باید در سطح ضروری برگزار گردانیده شود. برای من از فرصت مناسب استفاده برده از مسئولین بار دیگر خواهش کردنیم که یک توجه خاص ظاهر نمونه خصوصا اوید آماده کردن ورزشگاه ها که متاسفانه حالا تا آغاز موسم البته روزهای به شمار مانده است تا حال متاسفانه در اکثر جاها دشواری ها به نظر می رسد. اوید وصل کردن سیستم روشنایی آماده کردن چمنزار و عموما ورزشگاه ها بار دیگر تاکید کردنیم که در اساس دستور و سفارش های محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان ما وظیفه داریم که بازی ها میان دسته لیگ عالی شامگاه برگزار گردند. بار دیگر همین رو با توجه مسئولین محترم رسانیده گفتنیم که ما وظیفه داریم که در اساس دستور سفارش های محترم رئیس همون بازی ها رو برگزار کنیم و سطح برگزاری بازی ها کلا نسبت سالهای پیشتر باید فرق کننده باشد. بله امیدوار هستیم که مسئولین البته ما و شما را میشنوند و تا آغاز موسم امسال ورزشگاه ها رو برای قبول بازی ها آماده میکنند. این باوری داریم و البته باوری داریم که این موسم از موسم های قبلی فرق کننده خواهد بود. با همین امید صحبت این گذار در همینجا به انجام میرسونیم و دوستان عزیز ما یک صحبت داشتیم با نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف اطراف قرار قبول شده در باب زیاد کردن شماره دسته های لیگ عالی و یکمی مملکت اوید به فوتبال.
برای صحبتتون به شما اظهار سپاس. سلامت باشید دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما هم به انجام میرسد. برنامه‌های دیگری تلویزیونی ما رو تماشا کنید. خیر.